مشتریان شرکت‌های موبیلی تاجیکستان صبح 6 سپتامبر پیامک یا اس‌ام‌اس‌های غیر عادی دریافت کردند. در این پیامک‌ها از ساکنان کشور دعوت شده است که مقررات پوشیدن لباس ملی را رعایت کنند. مقامات تاجیکستان میگویند که در کشور بیش از 6.5 میلیون سیم کارت تلفن‌های موبیلی ثبت نام شده است. در چند پیام خورده تلفنی مشتری‌های شرکت‌های موبیلی جمله‌های به مضمون رعایت لباس ملی حتمی است، لباس ملی را احترام کنید و بیایید لباس ملی را عنعنه تبدیل دهیم پخش شده است. مسئولان کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان روز 6 سپتامبر برای رادیو آزادی تصریح کردند که دعوت خطی رعایت قانون نو تنظیم توسط شرکت‌های موبیلی با درخواست آنها نشر شده است. محبوبه عظیمووا یک مسئول کمیته زنان گفت آنها با شرکت دولتی تاجیک تلکام و با شرکت‌های دیگر موبیلی کشور نامه رسمی فرستاده خواهش کردند که در مورد احترام لباس ملی به مشتری‌هایشان پیامک فرستند. بر اساس تغییرات نو که باعث به بحث و سوالگزاری در میان ساکنان تاجیکستان شد، بانوان تاجیک وظیفه‌دار شدند که در مراسم مردمی مقررات پوشیدن لباس ملی را رعایت کنند. برای نخستین بار است که در یک قانون تاجیکستان تأکید مخصوص در زمینه لباس شهروندان نشر می شود. مقامات تاجیکستان سالهای اخیر مبارزه با افراطگرایی را شدت بخشیده، از جمله تنظیم و نظارت از روی لباس زنان تاجیک را هم یک بخش همین مبارزه ها عنوان کردند. در نیمه اول ماه آگوست در تاجیکستان ریدهای مخصوص صحبت با بانوان انجام شد که از نظر گروه های کاری سازمان داده شده نه به لباس ملی بلکه به حجاب و سطر و دیگر نوهای لباس مذهبی به قبل مقامات بیگانه به فرهنگ ملی در جایهای جمعیت حاضر شدند.